لا حول ولا قوة الا بالله. دنیا با همه زیبایی و عظمتش روزی خواهد مرد و خورشید و ستارگان با همه فروغشان تاریک خواهند شد. کوه‌ها با تمام بلندا و غرورشان فرو خواهند ریخت و آبی دریاها که در شده آبشان به جوشش در خواهد آمد و سبزی جنگل‌ها به سرخی خواهد گرایید چونان آهن گداخته در کوره. در چنان هنگامه‌ای آدمی مورچه‌ای را ماند که آب در خانه‌اش افتاده و او آسیم سر در پی مأمنی می‌دود و کجاست جنت المأوا؟ پلی را بین خود و بهشت خدایش مانع می‌بیند و این پل گاه پهن است و گاه باریک، گاه صاف، گاه پیچا پیچ، گاه تیز و گاه لغزان. اعمال ما در این دنیا کم و کیف آن را معین می کند. برای حکام جور چونان تار مو باریک است و لغزان و لغزان و لرزان. آن روز تمام اعضا و جوارح ما بر عدالت یا بی عدالتی ما شهادت خواهند داد و هیچ عملی هولناکتر از بی عدالتی نیست. شما مدتی زمام امور خیش را به مختار ابو عبید ثقفی سپردید و خواستید که میانتان به عدالت حکومت کند. تا آنجا که در توانم بود به طلب حقتان کوشیدم و با آفتهای عدالت خواهی جنگیدم. من هرچه که بودم و هر که هستم خدایم بهتر می‌داند. بدخواهان کذابم می‌نامند و ستمکاران دنیا دوست و قدرت طلبم می‌خوانند. اویی که مبرا از خطا و گناه است ولی و وصی خداست. کتمان نمی کنم که در مسیر قیام گاه پایم لغزیده و گاه دست و زبانم خطا کردند. گوشهایم گاه نشنیدند، چشمهایم گاه ندیدند. از خدا می خواهم که من را ببخشد و خدا ارحم الراحمین است. امروز می خواهم به مصاف تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه‌ای دوروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنو به شما قول می دهم چنانچه با همان نیت روزهای نخستین قیام شمشیر بزنید پیروزید و بر دشمن مزور غلبه می کنید. در میان شما احیانا هستند کسانی که قصد تسلیم دارند. من بیعتم را از ایشان برمی دارم و اتمام حجت می کنم. تزویر
به شما امان می‌دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان را خواهد شکست. و اما به نعمت ربک فحدث.